بریم که مراحل پخت جوجه با استخون رو در رستوران طاووس ببینیم. این مرغ 1 کیلوگرمی داریم. 1 کیلوه. پوست گرفته شده. 4 قسمت تقسیمش میکنیم. چه بالش از انتها میزنیم. سینه رو از قسمت داخلیش قبضه میکنیم، باز میکنیم. با نوک کاردمون از انتهای ساق رون جلو میکنیم تا جایی که قطع نشه چاک میدیمش به این حالت. زعفرون داریم اینجا نصف لیوان. سس سویا 2 قاشق غذاخوری داریم. روغن زیتون 2 قاشق. فلفل قرمز 1 قاشق چای خوری. پودر خردل 1 قاشق غذاخوری. سس مایونز داریم 3 قاشق. نمک 1 قاشق غذاخوری. خاممون اضافه میکنیم 2 قاشق غذاخوری. پیاز اسلایس شده، یه دونه پیاز کامل. لیموی ترشو پوستشو برای با پوستش خورد میکنیم. اصل و طعم خیلی خوبی به غذا میده. یعنی با پوست میندازیم اونجا پوستش. پوست لیمو یه طعم و اصل خیلی خوبی داره. مثلا با خامه که ترکیب میشه بوی خیلی خوب میگیره. ما موادمون رو خوب برگش میدیم. میریم سراغ سرخ کردن جوجه‌مون. آها 2 تا سیخ میخواد داره؟ بله 2 سیخ هست. یه سیخ باید اینجا هست. توی کبابون کاملا گرفت. بعدش میگردونیم یارون. این هم آماده شده جوجه با استخون. خواهید دیگه هم از باقی غذا هم بگیش.